ایران که امروز هم دور باز نیرومندتر شده. ایران اینا رو که آخوندهای ایرانی سرمایه گذار میکردن به پیمان ملی، کبیری، محمد اقبال صدرالدین، دیگه چیزا، اونا پول بیشتر سرمایه گذاری میکنن. الان برای اینکه ایرانی ها میدونن که باید که فرصت رسید به بسیاری تاجیکستان یک آدم های بیان که برای نماینده آخوندا بشون. رسما البته اونو که ما دموکراسی اهل سنت به جماعت، اما ایران پول بیشتر میده و البته اینا باید نشان بدن. کبیری، آدمای گرد و اطرافش، اینا باید فعالیت نشان بدن به ایرانی که فعالیت رفته است. اما کله خالی، قلب خالی، ایمان نیست، عقل نیست،